پسر خیلی تند رفتی. واقعا تو رفتم. گواهینامه‌تو بده به من. گواهینامه ندارم. چی؟ منظوری چی گواهینامه نداره؟ من 15 سالم. آخ. کارت ماشینو بده. ببخشید ولی ماشینم مال من نیست. مال کیه؟ دزدیدمش. ها؟ به کسی نگو ولی صاحبشو گشتم تو صندوق. به کمک نیاز دارم. همین الان پشتیبانی فوری. این ماشین مال شماست؟ بله، مشکل چیه؟ افسر من میگه این ماشین رو دزدیدی و صاحبش به قتل رسوندی، درسته؟ من کشتم؟ آره، لطفاً صندوقتون رو باز کن. بفرمایید بازه. خب من بررسی کردم، هیچ جسدی اونجا نبود. بهتون گفته بودم. پس ماشین مال کیه؟ برای بابام، ولی مدارک کامل اینجا هست. الان میدم خدمت. کارت ماشین، گواهینامه و این هم بیمه. ممنون. 19 سالته. هفته دیگه هم تولدت رو تبریک میگم. مرسی، لطف داری. خب همه چی درسته، ولی افسر من گفت 15 سالته، ماشین رو دزدیدی و صاحب ماشین رو به قتل رسوندی. عجیبه من دروغ گفته. آره عجیبه، شب ندم. اینی هم که گفته سرعتم بالا بودم دروغ گفته. روز خوبی داشته باش. مرسی.